یکی الله میگه که بهترینی میگه табобат барои муьмин ин зикри аллох. هر گاهی که اگر به یاد من مشغول شوین تطمئن القلوب، من در قلبهاتون آرامش پیدا میکنم. اگر شما در یک خلوت و یک بار برای حقیقت یعنی سخن با درک کردنتان شما یک جدی بشینین برادر عزیز، یک قسم ساعتی شب 2 3 به خاطر الله مهربان یک طهارت کو بشی، یکان قرآن بخوان یا لا اله الا الله، لا اله الا الله 100 بار بگو. ببینید یا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم 100 بار بگو. همین را گفتم بگی همین در وجودت یک کیفیت پیدا میشه.